سلام دوستان. این ویدیو برای کسایی است که قبلا اکانت وانتا جور کرده بودن و میخوان که در رفرال نمبر ما یا رفرال کد ما اونا بیان جاین شون. اینی کسایی که ویدیو انداختیم شما اکانت وانتا جور میکنین، این شما در رفرال ما میاین و کسایی که قبلا وانتا جور کرده بودن این ویدیو بر اوناست. شما که نو جور میکنین اکانت وانتا شما در رفرال ما میاین. خب شما چی میکنین؟ بالای لینک انتخاب میکنین. بعد از او این قسم صفحه برای ما باز میشه. صفحه که باز شد شما خب قبلا اکانت جور کردین، لاگین میزنین. بعد این صفحه میاد. این صفحه اونامو ایمیل و اون پاسورد که شما قبلا داده بودین همینجا او را درج میکنین و این قسم صفحه ما میآید. اکانت وانتاژ ما باز اینجا میبینین سه خطک است. این انتخاب میکنیم، بعد بالا کش میکنیم صفحه رو ببینین پروفایل نوشته. این پروفایل انتخاب کنین، بعد ببینین طرف بالا یک تیرک است، او را بزنین ببینین نوشته است ترانسفر آی بی افیلیت. این را انتخاب کنین. پس برای شما این قسم یک صفحه میاد. این صفحه که آمد باز ای اولیش آی بی انتخاب کنین و در پایینم این تکس که ما اینجا نوشته کردیم میره در زیر همی ویدیو براتان نوشته میکنم. باز این تکس شما کپی کنین، این تکس هم دینیم اینجا نوشته کنین و این نیو افیلیت کد، این کد که در پایین است این شما اینجا نوشته کنین 1801 296. بعد از او این تمام شد. ایرام انتخاب کنین و بعد سابمیت بزنین. اکانت شما برای شما ایمیل میاد که شما در این رفرال جوین شدین در رفرال نمبر ما. باز بعد از شما که پول بندازین برای شما کردیت بیشتر هم میته و فری مارجین بیشتر هم کمرایتان کمک میکنه وقتی که ترید کردین. اگر در ضرر بودین پولتون تمام شد باز ای پارتنر یعنی کمک میکنه همراه شما پول میباشد حسابتان که خطایتان نزنه یا هم حسابتان صفر نشه دیگه. ایام برای کسایی بود که قبلا اکانت وانتا جور کرده بودن و میخواین که در رفرال نمبر ما بیان. وقت خوب خوش میخوایم، کدام سختی چیز نداره. اینم کار است انجام بدین سابمیت. بعد از او برای شما اونا تبدیلش میکنن. خداحافظتان.